اگه تو کار ساخت و سازین، میدونین که کنترل آلودگی باتن چقدر مهمه. امروز میخوام براتون بگم که چطور هوش مصنوعی داره این صنعت رو متحول میکنه با تمرکز روی شرکت سفیر سلامت صنعت راد. خب، تولید باتن به خاطر اثرات زیست محیطیش خیلی معروفه. اما اگه بهتون بگم هوش مصنوعی میتونه بهمون کمک کنه این آلودگی ها رو دقیق تر اندازه بگیریم و کم کنیم، چی؟ شرکت سفیر سلامت صنعت راد یه تکنولوژی پیشرفته درست کرده که با هوش مصنوعی آلودگی باتن رو همون لحظه اندازه میگیره و کنترل میکنه. چطوری کار میکنه؟ خب، اول سیستم هوش مصنوعی اطلاعات رو از حسگرهای مختلفی که دور و بر محل ساخت و ساز گذاشتن جمع میکنه. این حسگرها چیزهایی مثل میزان دی اکسید کربن و ذرات معلق رو اندازه میگیرن. بعدش اطلاعات آنالیز میشن تا به مدیرهای ساخت و ساز کمک کنن تصمیمهای درست بگیرن. یکی از چیزهای جالب این تکنولوژی هوش مصنوعی قابلیت پیشبینی اون هست. این سیستم با بررسی اطلاعات قبلی میتونه افزایش آلودگی رو پیش بینی کنه و راههای جلوگیری ازش رو پیشنهاد بده. این کار نه تنها به رعایت قوانین محیط زیستی کمک میکنه، بلکه در دراز مدت کلی هم صرفه‌جویی میشه. خب، چرا این یه تغییر بزرگه؟ چون وقتی میتونیم آلودگی باتن رو همون لحظه اندازه بگیریم و کنترل کنیم، یعنی یه محیط تمیزتر و امن‌تر برای همه. به علاوه کل فرایند رو ساده تر و پروژه های ساختمانی رو کارآمدتر و پایدارتر میکنه. اگه میخواین تو کار بلکه در دراز مدت کلی هم صرفه‌جویی میشه. خب، چرا این یه تغییر بزرگه؟ چون وقتی میتونیم آلودگی باتن رو همون لحظه اندازه بگیریم و کنترل کنیم، یعنی یه محیط تمیزتر و امن‌تر برای همه. به علاوه کل فرایند رو ساده تر و پروژه های ساختمانی رو کارآمدتر و پایدارتر میکنه. اگه میخواین تو کار ساخت و ساز جلو بیفتین، استفاده از تکنولوژی های هوش مصنوعی مثل چیزی که سفیر سلامت صنعت راد ارائه میده بهترین راهه. ممنون که تماشا کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا از جدیدترین نوآوری‌های ساختمانی با خبر بشین. به امید دیدار.